بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول لا نبي بعده اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروزنگی صحبت مونده برادران کرام موندگی سه دیگه نماز انسان و ایران میکردگی عمله میگویم انشاءالله به همین کتاب 20 میشد. دوامش انسانی درباره سنت ها و فرض های نماز امکان قدر گفته میگذارم. بازم نماز ویران میکرده است انسان طهارتش شکسته نشد در نمازنده. همون یکم گفتگو بین انسان بدنش می یگان جاش امی خیلی خون براد یا حاجتش شود یا دیگه طهارت میشکسته که دیگه عملها شود اگری در نمازنده همون جنده نماز انسان سوی ویران میشد و انسان رفته از نو طهارت کرده سانه آمده از نو خواندنش گتگنش نقص از نو اثر نماز خواندگش اولاتر سانی بازم نماز ویران میکرده است. در نمازنده یک لحظه باشدم انسان بهش شدنش این بهش شوی اصاب کسل باشدم یا که خوبش برده موندم. برای همین این خوبش برده موندن نمازهای تهجد انده نمازهای تراویح انده ختم قرآن انده بسیار میشد. قیام 3 منت 4 منت حوزه وقتا دوام دستاست. خدا شکرمیز قرب 16 نیم پورا و افساییم شب قدر تمام کنیم اگری همون هر رکعت همون 3 منت تا 4 منت وقت بس است همون قیام انده خوب برده موندن خوف شایی. برای همین با احتیاط میشیم. همین گفته گذارم در نمازنده چشم پوشتشتن مکروه حساب میشد. نماز بیروننده برای قرآن زینت شده چشم پوشته قرآن میخونیم. نماز بیروننده در نماز باشدگری چشم کشاده جای سجدگاه ها دیده نماز میخونیم. این چیزا ما با اعتبار شده ما در کار همون قیام استگاه وقتا موندمی تحیات نشتگاه وقتا موندمی یک لحظه باشدم خدا ما گم کردن ما همون حالت خدا ما گم کردن ما یا سوی طهارت ما میشکند. برای همین این خیلی چیز با اعتبار میشیم. سیومش امروزنگ ما وقتی با امداد خونسگاه وقتا مونده افتاب بر اومده موند تحیات پیش باشدم تا سلام دادارم مویم افتاب بر اومدگش حس کنم مگری نماز ویران میشد. بعد افتاب بر اومده نمیدن ثانی از نو با امداد قدش خوانده میگیرم. وقتی نماز با امداد بر اومدنش نماز ویران میکند صابی. این چیزا ما دونسته که در کار. یک چیز دیگه این به اضافه های آدمی تیمم دار یعنی از سبب بی‌آبی یک آدم با تیمم کرده نماز خوان سوید آب آمد یا که آب گجانده بدنش خیرش با اومد همون جای آمدگی شنده دو طرف با سلام داده رفته آبش گرفته آب یاب شدگی استفاده برده طهارت کرده از نو نماز میخواند. همین چیزها 21 تا عمل انسان معراج مومن بدگی نماز برای طور خواندن دانستن ما بدگی عمل ها یا اصلاش 4 تا فقط ما 21 و تقسیم کردن ما سببش خیال موندنش مختصرا گوییم مگری یگان سخن نمیشد در نمازنده حرکت بهده کردن نمیشد یگان تا نماز ویران میکردگی ارکانهای که فرض ترک کرده نمیشد یا که طهارت ما نشکنه شد طهارت کردگی نماز ویران میشد. همین 4 تا چیز ما فقط بسیار کرده 20 قسم کرده رساندیم که انسان ها و خیالشون برای نغز جا شدنش.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.